مایلش خیر بیا یا بگم بشینی مایل دفترش پاتپیچکوی که قرمون وعده میکنیم دیگر مخلوق کده نیست مادرتون بالا شما بیان همراه مادرتون میره و همراه نعیم جان نیست و چه خبره بفهمونم که خودش زنی دوی مای یک ماه دامادی نعیم جانی سیدلی چقدر نه تا توی مدینو با شیردل شما از کجا پیدا کردید؟ اومدیم خیلی دستگیریش کردیم جانی من فدای مادر ما شما با شخص گشنه اونا نیستیم چیستان آیه درود به تماشابینان و هواداران کانال قربان نعمتوف. باور دارم که البته از برنامه و صحنه‌هایی که در این کانال قربان نعمتوف میگذارن و نمیپرتوین با شما پسند میاد. البته زیر کامنتار رو فراموش نکنید نوشته میکنید و پیشنهاد و درخواست شما رو نیز ما با کامنتار طریق کامنتار منتظر هستیم. شماره دوم برنامه شام خنده است و همه شما رو برای تماشا دعوت میکنیم. تماشابینان عزیز این از مهمانی برنامه ما بسیار هنرمندان زیادن و هر یک اونها رو من برای شما معرفی میکنم و باور دارم که البته شما همه نفرانی که در نزد من هستن با خوبی میشناسین و مهمان اولین از جانب دست راست من شیردل نعیم جان سیدلی بار دیگر درود بر شما و تماشابینان عزیز در این برنامه ما رو همراهی میکنم کامل جون بردیف سعدی یعنی همراه من با مهمانان برنامه سوال میدیم. من شما رو خوش آمدید میگم نعیم جان با برنامه و در اول یکون سوال گفتنی نیست؟ ما چی گفتنی؟ ما میخوایم که دوی ما صنعت توجیه پیش بروه همه برادرای غریب همه برادرها همه هموطنای ما در این کانال قربان نعمت باشن و پاتیسیت سکنن دوی ما ای همه نویگری شما با خبر باشن. سلام باشید. بهترین شیردل شما از اونی که در خونه نعیم جان هستین روزه هستین؟ بله کم بودی نیست؟ نه برای مثال چی چیز برای شما پسند اومد خاطر نعیم جان بودن؟ یعنی پیشتر شما در کجا بودین؟ بیشتر ما در قشلاقی کفترخونه کفترخونه بودید. مثلا در خونه کی بودید نعیم جان؟ در خونه بابا ببین در خونه بابا و بیبیتون و با خونه نعیم جان اومدید بابا و بیبیتون چی گفتن بعد؟ زید نیستن که مثلا برای چی ختمونه سعودی و خونه نعیم جان رفتی پیش نعیم جان رفتی نمیگن؟ نه ببین شوروزه که ما این قشلاق بیام اول جای سو بعد شیردل شما بابا و بیبیتون اگم بر خبرگیری رفتین یا نه؟ بابا سه بار رفتم 3 بار رفتین در 5-6 ماه. بسیار خوب. خب میخواستیم بفهمیم که چند وقت میشود که با نعیم جان شما همکاری دارید مثلا در کانال نعیم جان سیدلی البته سرود میسرایید یگون سرود ثبت کردید شما ثبت کردین و مخلصون پیشنهاد کردید یعنی به طور کلیپ بله چی سرودی چی سرود مادر کنی زمزمه کنید شما هستن جانی من فدای مادر شدم از سیمای مادر میکنم واسه تمنا سجده پیش پای مادر جانی من فدای مادر شدم از سیمای مادر میکنم واسه تمنا سجده پیش پای مادر میکنم واسه تمنا سجده پیش پای مادر سلامت باشید. بهترین. خب و نعیم جان شما غیر از شیردل باز در نقش هست که یگون نفر دیگر مثل شیردل در خونه گیرید و مثلا نگاه کنید و تربیت کنید؟ ما بغیر از شیردل با 3-4 شاگرد دیگه دارم نه که اونو در خونه ما نمیستن. مثلا روز میام و کار میکنیم مشق میکنیم همه چیز را سرود تیار میکنیم خیلی ایجاد میکنیم موسیقی اونو شبا در خونه خودشونن. از شیردل که ما شیردل با فرزندی قبول کردگیم انشالله که خیلی شیردل نعیم جان برای شما کی میشود؟ پدر جانم پدر جان تو میشود.
як нафар суол кардааст ки як моҳа даромади наимҷони сайдалӣ чӣ қадар аст? ҳама гишна наймонем да иншоалло. яъне хуб аст. Хуб. умуман шумо ба шахси гишна мона нестед. ягон ҷо мисол хӯроки нисфирӯзӣ ёки завтра ёки бегонирӯзӣ бирем мегам наимҷо мисоли баъд хӯрдем имрӯз мегам ҳафти дига мерем медавад душанбе диета мерем медавем нав дӯстош леки ҳами якми январ иншоалло ина дар пеши подписчикои кай қирмонани ваъда метим ки якми январ диета машқ нимхе покҷудат спортсмен. бале хуб чӣ ки мо будем шумо дар ҳазлу шӯхӣ ҳам хеле хуб масалан ҳазм мекунед шӯхӣ мекунед ва аз ҳазлу шӯхӣ ҳам хафа намешавед ва як латифа бигӯед. як латифа як мард раҳ дарафтестай махираи дарозай меравам раҳда аҳне ки бираса бо хайқа мешаве дам мегира бо мерава хай раҳ дарозае ку намедона кай мераса. рада шуморо надид ки бопарса ки ҳамин раҳ чанд қад гашт ба тамом. як саволи дигар савол барои наимҷон меравӣ мерава мести места чие соя нестай замак ман як саволи дигар дорам ба шердил шумо дар ягон ҷо машқ мекунед? ман нерасида машқи мисол машқи спортсменти не бугу машқи хонагӣ ёки машқи зани не машқи пагоҳирӯзӣ мекунем. машқи пагоҳирӯзӣ барои мисол барои чӣ бигам барои ҳаҷмро нигоҳ доштан барои саломатиро нигоҳ доштан барои хам саҳро медави кам мекунем той машқу турник мекашмед даҳта биста турник қамта бизан монанд нест. не монанд ҷа пештари хеле харобтар шуда. хуб ман шердида як чиз гуфтанем ки ҳамин шердиҷон як суруди чӣ мехонем шумо як рӯз рафтам ду рӯз рафтам се рӯз рафтам чор рӯз рафтам панҷ рӯз рафтам ту ҳамин қабл рафти бефара нашуди ба рафти диди шоҳи ба кира ҳамура ман пешагун кас нарафт ба чӣ ба мегӯи як рӯз рафтам ду рӯз рафтам се рӯз рафтам чор рӯз рафтам панҷ рӯз рафтам шаш рӯз рафтам хона шумо ку байда خیلی همون باید خیلی هم باید کرد کویاکم هر روز رفتم خیط بازار خونه شو استفاد علیم و جوجتا گفتن عشقم میشی مرا بچه جو روز دیلا کتبم بفهمو گفتم خاله دختر دما دوست داشتم دختر زندگی ما نخواستم ایا بچه کم بغله و شیخ باروی دختری کشیدم گفتم بچه مگر تو نداری سو کلکر در نظرم شیدی شو بخون باشی همیشه تو دامادو کم بغلی دارم پوشه راست میگم نایمجان نوروزجان کومیلجان شیرجان دوری شوروی ده یک همین صنعتکارای جمهوری تاجیکستان خودمون زکات توی میگیرن وقت همون کتابچه ده مینویسن وقت تلفن‌ها بس فقط تلفن‌ها بودن تلفن‌های دماشنی همون هم هر کس نداشت آدمای مثال بوی به دولت داشتن زکات توی میگیرن جورا بعد با میرن همون خانم تویدور میان نمی کوفت میان خانم تویدور میدویان کلانکاش میمونن اپراتور توغولی میکنن که همین تویدور با قوق آموختگی میگه کی شما میگه ما اون حافظا که میشون شما زکات کرده میگه التماس ما آدم خوبم ما رو ولی قرم پس نشده
چی خیلی همونده همه خیلی برویم بریم گفتم بروی چی نکه یکون کس مرده نه گفتم توی ما دینو با توی دینو بده برباد رفت در غم و حسرت جوانیم به آرزو چیست و دیگر زندگانیم برباد رفت در غم و حسرت جوانیم به آرزو چیست و دیگر زندگانیم به آرزو چیست و دیگر زندگانیم گاهی بسوی مسجد و گاهی به میکده گاهی بسوی مسجد و گاهی به میکده عشق بگو تا به کجا میکشانیم به آرزو چیست و دیگر زندگانیم به آرزو چیست و دیگر زندگانیم. سلامت باشید. ما می‌خواستیم که از شما برای مهمانان یک صحنه بازی کنید. گرد یک صحنه با نام صحنه خوبی با نام کار آدمی کار. السلام علیکم. و علیکم السلام. نازی همسایه کینجی. بیشتر رحمت. میگم که بخشش یک هفته فهمیدیم که در بالیسه خوب بودی گوشت نیچه میکردی مثلا که اپیرات کردی نتونستم اومده بخشش میپرسم بعد گوشت سوس چی؟ گوشم انا جورا یک هفته بود خوب بودم در بیمارخانه خوب بودم خرسان شدم خیلی نمیگاری شده اینا ولی بینشون دادم اینا خیلی ترقیات با پیش این خیلی اسبابا اینا خیلی یکا برآمده اینا گوشم داوود به بابا مونم گفته بابش نو اینا خیلی گوشم نمیمونم اینا ماشینا او راه خدی رفته است شنویده استم هم ناز هم خوشو شد رحمت با همسایه این اپاراتی گوش مونک تا چند سال خریدی؟ مایلش خیلی بیا یا بگه پا میشینی مایل سلامت باشه خوب بهترین یک حقیقت ایده میگن که دعای مادر نوروز جان نزد خدا تیر باری میروه در آن میروه شیردل فکر میکنیم که دعای مادرش بود که خداوند سبب کرد با ما وا خورد و خداوند همش او مادرش در غریبی بود دعایی که آدمی که در مسافرت زودتر و قبول میشه نزد خداوند دعای مادرش بود که شیردل با ما وا خورد و به همین قلها با امر خداوند دعای مادرش شیردل چند وقت دیگر همراه شما میموند؟ درست گپ ایشا فکرم کردگی نیستم نتریالی کردگیم همه کاراش مثلا که مادرش اجازه دادگی که فرزندی مرا مثلا نگاه بینیش در گردنی در عهده نعیم جان ولی خاک مکتب خونه سیفی 8 ولی کو مکتب بود کنه این 3-4 ساله آخر دا چه میکنی؟ جایگار مخلوق کده نیست بعد شیردل یک سخن بسیار خوب داره شیردل 3 وقت خوراکی گرم میشه 7 وقت خوراکی گرم جای خوب میسیدن خود شما چند سال دیگر میخواهید که همراه نعیم جان باشید؟ یعنی عموما به خونه رفتنی هستید یا نه؟ ممکن 45 ساله خیلی نه از یک شیده ایول خیلی وزیرش در کودک ما همه همی دستگیری ما شیردل با او خاطره که همی آینده وقتی کلان شد صاحبی یک کنون شاو مثلا زندگیش پیش بره مادر پدرش نگاه بین کنه این حضیرش در خیلی این باید فقط فکری چی را کنه فکری که مردمی را بشنوسن مهنت کنه ایجاد کنه صنعت چه همه دا معرفی کنه انشاءالله که همه صنعتکاری که مهنت میکنه او هیچ وقت خار نمیشه. خب شیردل خود شما مثلا اگر مادرتون بلند شما بیان همراه مادرتون میروید یا همراه نعیم جان میستین؟ بله میرم 1 ساعت قدش میشیم ببین میشم سوزی کنازی کرو نازه بیشتر رحمت ساجون سوزی رحمت خوبه نازی یه باور که همه خانود بو پرابلم نشیده
آدم که اومد یک خوش مومیلا میشه یک گپی خوب گام میزنه آخی همین میوه یک پرابلم خونه همین نقل میکنی پرابلم خیلی کمه آخی کامل جان آخی اکا آدم خیلی نمیشه آخی همین خون نمیگم زنا غرغر زنا همین فقط گوش ماینه خورده که همین ما همسایه گفته که تو زنی دویو میگیری نه یا که گرفتی ما اگر بفهم که تو زنی دویو میگیری گودکار میگیرم میرم استغفرالله که خیلی که بخدا سر میرون نشیده که و خیلی با بفهم چه که انگار بگو که من زنی دیم گرفتنی نیستم نمیگیرم بگو خیلی فقط بینم ده که آخی و چه خیلی بفهمونم که خودش زنی دویو مای تشکر شیردل شما لطفا گفتن میتونید ما یک لطفا بگید امیر راهی دراز بگو با فیلم شاید شما دانش کدام شتر سه قبل قد داره هیچ ایستانه یعنی که شیستونم برای شما گفته سر نه شما جوابش ممکن برداریم که کدام چی؟ سوال دادین جوابش بگردیم کدام شتر سه قبل قد داره کدام شتر سه طبقه داره؟ کدام شتر؟ شتری نر نه مودا؟ نه نر مودا بگو خدا بگو خدا نه یک کوز داره و دو کوز داره کدام سه تا داره نر مودا بخیر؟ نه بخیر بخیر شتر نیست ولی مومیلا دارش اما که بهترین خوب نایم جان شما چیزی که میخواستید از همین شیردل گرفته تونستید یا نه مثلا استعدادش هست یا که شوخیوش هست وقتی که یک آدم مثلا یک آرزو میکنه در دلش اما آرزویی که داشتم خیلی میگیم که اجراش دیسن برای شیردل ده تصورش کردم هر دستورداش خوب مثلا ای طرف تماشابینا قبول شد اگه خوب قبول شدش اما در چی میفهمم در اویه که وقتی پرسماتر زیاد گرفت تماشابین زیاد مثلا با تیونش سیامکا کردیم تیونش یک مونشیده علاقه در یوتیوب 800,000 شده ای چی میتا ایویه که همو سرودا همو کارلا ما پدبارشا خوب کیسیم که مردم خوب قبول کیسن در کدام حالت با قزیق میخندید شما؟ در کدام حالت؟ همین مثلا این اکای سعدی ما را هر روز اکا ما به حد برادری سختی ستاره ما کم آدم قطعی موافق میاد این اکای سعدی قطعی اکای کامل قطعی ستاره ما تاریخ تگه ما هر روز یجویم دینشان تو ساعتای 5 شب ما فقط خمیدیم هر در درست در گفتم آخران شده که درسترین بود خمیدیم در میان این 5 نفر مثلا شیردل کامل سعدی من نوار بردار ستاره کی موافق نیست باشم؟ اینجا ستاره همه شما دا موافق هست اگر موافق نمیشید نمیامدی نه؟ اگر من نمیست آدم میره که ستارهش معقولم نباشد من روی آدم دا میگم که من نمیام من یک 3 روز 4 روز پیش یک جا نوار دارم تو باقی سعدی فهمید رسیدم در دورازده باید مرا سیامکا کنن خیلی نامی شخص ها نمیگیریم آدمی که مرا فایرات کرد اسمس دادم تو برنده هم میای چی با گفتی اینجا گفتم این باشه یک اسمس با جایی دادم دا ها خانی گفت نه این از خدمون برنده گفت اون خود درمان خود کام برنده همه قرب ابراد نمگردم برام به طوری نمیگه مردخ تاتی باید کار کنی سلامت باشه مرد باید مرد تاتی کار کنی واقعا تشکر زیاد سلامت باشم برام شیردل در اخیر اون چی گفتنی هستی؟ من گفتنیم که با که کمیل جون با شما با پدر و با که سجون پیشوی خانم ما هم از نومی 4 نفر برای شما پیشروی میخواهیم و همیشه موفق باشید همه شما هم برای شما پیشروی ها موفقیت ها آرزومندیم. تماشاگران عزیز این بود برنامه نوبتی شومی خنده قسمت دوم. در قسمت های بعدی ما را منتظر باشین و حتما با کانال قربان نعمت خداوند فراموش نکنید. نوارهای بهترین تنها از این کانال. خدا نگهدار.